بسم الله الرحمن الرحیم. ما فانکشن اورلودینگ رو میخوانیم بخیر، لیکن پیش از او که فانکشن اورلودینگ رو شروع کنیم ببینین بیشتر ما در یک کلاس کار میکنیم. یک کلاس داشتیم به نام هاسپیتال، داخل از او ما این فانکشن هم داریم و دیگه فانکشن ها رو هم در اینجا می ساختیم. درست است؟ امروز ما فانکشن ها رو کار میکنیم. خب داخل یک دیگه کلاس ما یک کلاس بعدی رو هم میسازیم. درست؟ چطور ساخته میشه؟ ببین ما براتون اول گفته بودم در نت بینز که اول شما پروژکت میسازین، داخل پروژکت که ساخته شد با همین نام شما یک پکیج میسازین به نام، ببینید نام پروژه تان هاسپیتال است. به نام هاسپیتال یک پکیج ساخته شد. پکیج بسته‌بندی را میگن. تمام کلاس ها داخل یک پکیج می باشن. باز او چی است؟ داخل از او با همون نام یک مین کلاس است. مین کلاس به نام هاسپیتال ساخته شد. hospital.java. درست؟ با همین نام که hospital.java است. چرا این مین کلاس است؟ چرا که داخل از او به شکل اتومات مین فانکشن یا متد مین اضافه میشه به شکل اتومات. این می کلاس مین کلاس است که اکزیکیوشن اجرا میکنه، چرا که مین فانکشن داخل می کلاس موجود است. حالا ما اگر خواسته باشیم یک کلاس دیگر هم بسازیم، ما بالای پکیج رایت کلیک میکنیم. درست؟ پکیج رایت کلیک کنین، نیو، بعد از نیو میگه فولدر میخواستین جور کنین، جاوا کلاس، جی فریم، کدام نوع کلاس هم میسازین شما. جی فریم با معنی کلاس گرافیکی که دو یک گرافیک باشه. ما میگم نه خیر، فعلا ما ساده کار میکنیم. نه اینجا جاوا کلاس کلیک کنین، نه اینجا که کلیک کنین براتون میگه کلاس نیم. کلاس نیم چی باشه باید؟ درست است؟ باید چی باشه در اینجا؟ و طور مثال ما برش میگم که اینکم به نام اینکم باشه. درست؟ اینکم یا اکسپنس، یا برش میگم امپلای کارمند. میگه در کدام پروژه اینمی کلاس هم میسازین شما؟ پروژکت هاسپیتال. میتونین دیگه پروژه را هم انتخاب کنین. باز لوکیشن در کجا است؟ لوکیشن در سورس پکیج است. سورس پکیج موقع اینمی کلاس است. باز پکیج به نام چی است؟ هاسپیتال. در کجا ذخیره شده؟ کجا موقع از در کجا است؟ The C drive, the users, FCC, documents, NetBeans project, hospital, source, SRC به معنی source، منبع. hospital اینمی hospital چی است در اصل؟ پکیج است. داخل از او به نام hospital این پکیج شد و نام کلاس تا چی است؟ employee.java. اینمی رو ما فینیش میگم. فینیش یک کلاس بعدی ساخته میشه به نام employee داخل پکیج هاسپیتال و پکیج هاسپیتال داخل پروژکت هاسپیتال است. دو کلاس ما داریم، یک به نام هاسپیتال و ببین علامت اینمی شکل همو آیکان hospital.java را ببینید، آیکان جدا است. چی میگه؟ hospital.java contains main class. contains شامل می باشه بچه متد مین. و چی میگه؟ وقتی که در اینجا ما میایم برای ما چی میگه؟ این بدون مین متد است. درست؟ لیکن اینجا که میایم برای ما نشان میده. با این معنی یک کلاس ساده است که مین متد نداره. با این معنی که در هر کد ما کنیم او اکزیکیوت شده نمیتونه. صحیح؟ واسه خود اکزیکیوت نمیشه. اکزیکیوت که میکنه ببینید در اصل که شما که یک چیز میسازین، یک اپلیکیشن میسازین، سافتور میسازین، دو خود تعداد کلاس ها شاید زیاد باشه، لیکن یک کلاس مین باید باشه که داخل از او مین متد باید موجود باشه. حالا ببینید اینم یک employee.java یک کلاس است. درست؟ داخل از ما دیگه فانکشن ها را ساخته میتونیم. خود کلاس مجموعه متد ها و ویریبل ها بوده میتونه. درست است؟ و طور مثال داخل کلاس پبلیک، اینمی پبلیک کلاس امپلای که است، داخل از ما یک متد میسازم. با خاطر ساختن متد چی نوشته میشه؟ اول پبلیک static void show، اینم یک نام متد شد و body of method. کار اینمی متد چی است فی الحال؟ system.out.println. درست؟ .println اینمی یک پیام برای ما نشان بده. This is a new and employee class. نیم کلاس چی است؟ employee. یک پیام است دیگه. حالا ببینید ما داخل کلاس هاسپیتال من متد داریم و یک جدا کلاس هم داریم به نام employee. داخل امپلای چی است؟ ما یک متد داریم به نام شو. حالا اینمی متد باید کال شود.
در کجا باید کال شود؟ در خود همین کلاس. اگر ما تو بیایم نوشته کنیم که شو اینو میره کال کو برای ما چی میگه؟ میگه ایرر است invalid method declaration return type required. میگه شما باید این را ریترن کنین. چی کنین؟ ریترن. ما میگم ما خود ریترن نمیکنم فعلا. این نمیتونه امپلای کلاس که میتود خود کال کنه از این استفاده کنه. چرا؟ اکزیکیوت کرده نمیتونه این پروگرام ما. مین موجود نیست داخل کلاس امپلای. حالا چی کنیم که داخل هاسپیتال کلاس هاسپیتال میتود کلاس امپلای را کال کنیم. ببینین بیشتر ما بهتون یک کلاس گفته بودم به نام اسکینر. شما که اسکینر استفاده میکنین از کلاس اسکینر استفاده میکنین باید شما باید چرا بسازین؟ نه برای نمی کلاس اسکینر باید چی ساخته شود تا که از استفاده شود؟ آبجکت باید ساخته شود. آبجکت باید ساخته شود. نماینده سیستا یا نمونه کلاس اسکینر باید اینجا چی شود؟ ساخته شود باید. بازو نیو بازو نوشته میکردین اسکینر. داخل اسکینر باید نوشته میکردین system.in. آبجکت باید ساخته شود تا که از طریق آبجکت باید شما بتانید که با یک وریبل قیمت در رن تایم بدین شما. در مثال object.nextInt. یک کلاس ما ساخته به نام هاسپیتال. یک کلاس بلتن کلاس است به نام اسکینر. وقتی که از کلاس اسکینر استفاده میکنین باید آبجکت از رو بسازید شما. ما آبجکت کلاس اسکینر ساختیم. از طریق آبجکت کلاس اسکینر ما با وریبل A یک قیمت دادیم در رن تایم. درست؟ یعنی مستقیم کلاس استفاده نمیتونین یا مستقیم یک متد کلاس شما کال کرده نمیتونین بدون ساختن آبجکت کلاس. خب شاید در آینده ما بخوانیم که بدون ساختن آبجکت هم ما یک متد کال کنیم مستقیم از طریق نام کلاس. لیکن فی الحال ما مجبور هستیم که اینمی متد که داخل کلاس امپلای است به خاطر کال کردن اینمی متد باید آبجکت کلاس امپلای را بسازیم. در کجا؟ داخل کلاس مین، جایی که مین متد است. آله طور که ما نوشته میکنیم نه اسکینر اینپوت. درست است؟ ما چی میگم این بار؟ نام کلاس ما چیست؟ امپلای است. درست؟ نام کلاس نوشته میکنین باز یک آبجکت انتخاب میکنین. نام آبجکت هر چیز بوده میتونه. امپلای هر چیز بوده میتونه is equal to new employee. این همی سمیکال. پونشون فهمیدین؟ اینمی آبجکت ما ساختیم. حالا سوال اینجا است چرا ما دیگه کلاس ساختیم؟ چرا در یک کلاس کار نمیکنیم؟ ببینین شما اینمی یک پروگرام رو ببینین یک کمی پرکتیکال کار شده دی. اینمی یک پروژه و یک شکل داره. چند کلاس داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7. ما مجبور هستیم که در یک پروژه به خاطر ساختن یک اپلیکیشن یک سافتور ما از چندین کلاس ها استفاده کنیم. جدا جدا کلاس باید باشه. در یک صفحه گرافیکی در یک کلاس گرافیکی تمام کارها را اجرا کرده نمیتونیم. باید جدا جدا کلاس باشه. مثلا مثال به خاطر اپدیت جدا کلاس است، به خاطر ریکارد جدا است که ریکارد نشان میده، نیو ریکارد رجستریشن جدا است، به خاطر لاگین فرم جدا صفحه است. صحیح؟ خود این صفحه یک کلاس است لیکن به شکل گرافیکی است. صحیح است؟ ما در یک صفحه در کلاس تمام کارها را اجرا کرده نمیتونیم. باید جدا جدا کلاس ها را بگیرید شما. درست است؟ آره اگر ما خواسته باشیم جدا کلاس ها را بگیریم و شاید در هر کلاس جدا یک متد جدا باشه که یک کار مشخص اجرا کنه بریم. خود کلاس کدام کار اجرا نمیکنه اگر متد نباشه وریبل ها نباشه. درست است؟ آره این نماینده چیست؟ کلاس امپلای است. شو متد ممبر کلاس امپلای است. درست است؟ یعنی به این معنی یک کلاس که اگر ما میگیم یک کلاس در سر مجموعه چیست؟ ممبر ها هستند. ممبرز و این ممبر چی بوده میتونن؟ یک دو یک پراپرتی برش میگم پراپرتیز امو وریبل های هستند که داخل کلاس موجود میباشند. یک و دو. صحیح؟ این همی وریبل هایی که داخل کلاس موجود میباشند این رو به نام پراپرتیز هم یاد میشه. به نام استیت هم میگه برش. استیت
state یا properties. همون ویریبل ها هستن که داخل کلاس هستن. یک این ممبر هستن و دیگه ممبر کدام ها هستن؟ فانکشن ها هستن، میتود ها هستن. فانکشنی که داخل کلاس آمدن، فانکشن ها او رو ما چی میگیم باز؟ methods میگیم. methods. و برای یک دیگه اصطلاح استفاده میشه به نام behavior. یعنی هر څومره چې فنکشنونه مخته ځي په پروژه کې استاد چې هر څومره موږ فنکشنونه ډېر جوړوو استاد ټول تکیه کوي پر مین فنکشن باندې کار کوي په مین کې. آفرین. ته چې څومره هم یو نه زیات کلاسونه جوړ کې خو یو کلاس بستا مین کلاس وي چې په هغه کې به مین میتھډ وي تر څو چې دا نور کلاسونه امپلیمنٹ کی یا تطبیق کی یا اگزیکیوت کی. درست است؟ بعدم چندین کلاس ها را که میسازین شاید در هر کلاس ممبر ها باشن، ممبرز باشن. ممبر به این معنا یعنی امو ویریبل ها یا پراپرتیز یا استیت و یا فانکشن ها یعنی میتود ها باشن. وقتی که شما یک کلاس بعدی را ساختین به نام امپلای، اگر داخل از او فانکشن ها و ویریبل ها هستن، اونا اگر خواسته باشین از میتود های کلاس امپلای و یا ویریبل هایی که داخل امپلای کلاس هستن از او استفاده شوه، باید در مین کلاس یا در مین کلاس به این معنی که کلاس که داخل از او مین میتود است، در اینجا باید از او استفاده شوه. شما به تنهایی نمیتونید از امپلای کلاس استفاده کنید چرا که مین میتود در اینجا موجود نیست. اینمی کلاس که ما تطبیق میکنم فانکشن های زیرا یا از ویریبل های از استفاده میکنیم، باید نماینده امپلای کلاس باید در کجا باشه؟ در کلاس هاسپیتال باید باشه، جایی که مین میتود است. و ببینید اگر شما خواسته باشین، اگر میخواستین از میتود شو که داخل کلاس امپلای است ای را کال کنین، ای براتون پیام پرینت کنه، کار اجرا کنه، باید کلاس میتود شو برای ازی یک ممبر را بسازین. شما صحیح است؟ یک آبجکت باید شما بسازین، یک اینستنس بسازین. ببینین یک چی را بسازیم؟ آبجکت بسازیم به خاطر تطبیق کلاس. آبجکت یا چی را بسازین شما؟ اینستنس هم برش میگه. اینستنس ویریبل نیست، صرف اینستنس. اینستنس ویریبل چی را میگه؟ اینستنس ویریبل ها که داخل کلاس هستن و رو میگیم اینستنس ویریبلز. درست؟ صرف اینستنس که گفته میشه نماینده. درست است؟ یا آبجکت. حالی ای ام آبجکت یا اینستنس کلاس چی کدام است؟ امپلای. درست است؟ و نیو یک کیورد است. نماینده چی شی یا شو دا ای ام نماینده د کلاس د امپلای ده. یعنی موږ د ای ام لاره نه اوس کولای شو د امپلای کلاس داخل کې چې ویریبل یا میتود دي هغه کال کو هغه استفاده وکړو. کلیر؟ خب شما میتونین که در یک فایل چندین کلاس ها را بسازین، مشکل نیست. پیش از اینجا کلیک کنین، دیگه کلاس ها را در اینجا اضافه کنین، از استفاده کنین. که فیلال ما چی میگم که نه، باید جدا فایل باشه، جدا کلاس باشه. برای هر کلاس جدا فایل باشه باید. درست است؟ اینمی کلاس جدا است، امپلای یک فایل جدا را داره. در داخل از یک میتود است شو. ما اینمی را چطور کال کنم؟ در مین میتود. ما آبجکت از او را ساختیم امپلای کلاس. آله از طریق ای ام و دات ما چی میکنم؟ ای ام چی است؟ نماینده کلاس امپلای است. از این طریق ما میتونیم که میتود کلاس امپلای را ما کال کنیم. نشته کنین شو. برای ما ببینید نشان نمیده. درست است؟ چرا نشان نمیده؟ چی نکردیم؟ چرا ایمپورت نکردیم؟ نه. چی است؟ پرایویت است. و ما چرا نشته کردیم؟ با این را کال نتانم؟ چی فکر میکنید شما سی پلس پلس هم خواندید؟ صحیح‌است؟ یعنی ببینید ما پیشترم برایتان گفتم از طریق آبجکت نماینده کلاس امپلای ما میتونیم که میتود کلاس امپلای را چی کنیم؟ کال کنیم. مشکل نیست. حالا چطور کال کنیم؟ ای ام دات. حالا ببینید اینجا شما نام میتود باید چی کنین؟ اضافه کنید. گیت کلاس هست. گیت کلاس هست. نخیر مشکل نیست. مستقیم نشته کنین نام میتود تا.
صحیح است؟ اینمی رو چه کنین؟ کال کنین. اینمی سمی کال. درست است؟ ببینین ما میگم داخل کلاس امپلای یک میتود است با نام شو. این باید کال شود تا که این پیام برای ما چه کنن؟ نشان بده. حالا برای از یک آبجکت ساختیم، نماینده ساختیم داخل کلاس هاسپیتال، چرا که او مین میتود داره. ما از طریق اینمی رو آبجکت ساختیم، نام کلاس ام بجای ام هر چیز بوده میتونه. این نماینده کلاس امپلای است. و از این چطور آبجکت ساخته شد؟ از طریق کیورد نیو. وی چی است؟ این کنسترکتر است. ما میخوانیم کنسترکتر چی است. صحیح است؟ بعض میتودهای هستند، فانکشن های مشخص می باشند که با خاطر انیشیالایزیشن از استفاده میشه. فی الحال ما کنسترکتر را نخوانیم، میخوانیم. فی الحال از طریق نیو کیورد ما ایرا چی ساختیم؟ آبجکت کلاس امپلای را ساختیم. حالا ام میتونه داخل کلاس امپلای هر چند میتودهای ویریبل ها که باشن او را کال کنه. هیچ مشکلی نیست. درست؟ میتونه ام. حالا فهمیده شد؟ ببینین این کلاس جدا است امپلای و این کلاس جدا است. این مین کلاس ماست به نام هاسپیتال. چرا؟ داخل از اون میتود مین موجود است. میتود مین موجود است. اکزیکیوشن اینمی اجرا میکنه. این کلاس نمیتونه که خود اجرا کنه، نیم به سر خود اجرا شوه یا اکزیکیوت شوه. اگر خواسته باشین میتود کلاس امپلای را شما کال کنین، این باید کال شوه، اکزیکیوت شوه. آبجکت کلاس از این را میسازین شما. در کجا؟ داخل کلاس هاسپیتال. چرا که مین میتود در اینجا موجود است. این مین میتود شد. حالا ما آبجکت کلاس امپلای را ساختیم. از طریق آبجکت کلاس امپلای ما میتود امپلای را کال کردیم. خلاص. حالا باید رن کنیم. اینمی فایل باید شما رن کنیم. جایی که مین میتود است. رن فایل برش میگم. برتان جواب نشان داد. میگه this is an employee class. حالا ببینید اینمی میتود در کجا بود؟ داخل کلاس امپلای. در کجا کال شده؟ داخل کلاس هاسپیتال. چرا در اینجا کال شده؟ مین میتود در اینجا موجود است. شما یک میتود بعدی را بسازیم. در اینجا کاپی میکنم، همینجا پیست کنین، پرینت. نیم یک دیگه پیام میتم. This is Java class. این هم باید چطور کال کنیم حالی؟ چی نوشته کنیم؟ چی نوشته کنیم؟ شو میتود لپاره دسه ولیکل. دا چې د کال کې څه دی ولیکل مخکې؟ ام ډاټ. بالکل ام ډاټ پرنٹ. بس کال شد خلاص. بس دیگه هیچ مشکلی نیست. ما دو میتود داریم حالی، به نام شو و به نام پرنت. ما هر دو میتودها را داخل کلاس امپلای داریم. درست؟ این میره که کال میکردیم از طریق آبجکت امپلای ما کال کردیم که ام بود، ام ډاټ شو. ما همون شکلی را کال میکنیم ام ډاټ پرنت. درست؟ ام ډاټ پرنت هر دو را برای ما نشان میده. بین رن فایل. هر دو میتودها جدا جدا کال کردیم، جدا جدا کار برای ما اجرا کردیم. درست است؟ حالا بین پیش میریم. اگر خواسته باشیم با امی ما چی کنیم؟ قیمتها را روان کنیم. چطور میتونیم؟ بسیار آسان است. بین امی نام میتودها را ما تغییر میتونم. بطور مثال ما برش میگم اینمی یک میتود است با نام set دیتا. نام میتود ماست، یوزر دیفاین است. set دیتا چی کار میکنه؟ معلومات میگیره و حالا ببینیم داخل امون کلاس اینمی کلاس امپلای ما برتان گفتم کلاس دو ممبرز داره نه. یک به نام استیت یا پراپرتیز شناخته میشه، برش گفته میشه پراپرتیز یا استیت. و یک ممبر به نام فانکشن یا میتود برش گفته میشه. حالا ما میتود خود داریم لیکن پراپرتیز نداریم. اینمی کلاس که است به نام امپلای خودش یک کلاس است. درست؟ امپلای شاید برای نام نیاز داشته باشه. صحیح است؟ برای چی نیاز داشته باشه؟ برای نام، برای معاش، برای بونس، نت سالی چیزا. حالا بریم ویریبل ها را بگیریم. ما برش میگم انت.
درست است؟ انتیجر انت میگیرم یا استرینگ میگیرم در اینجا برای نام string name. درست است؟ انت یا برش میگم دبل سالری. درست است؟ باز string address اینه میشد. درست است؟ حالا یاد داشته باشید ما از یا باید استفاده کرده بتانیم، از یا هم چرا که پبلیک هستن. حالا گپ تا اینجاست. یک کلاس دیگه کلاس چطور میشناسه؟ یاد داشته باشین اگر هر کلاس داخل چندین کلاس اگر داخل یک پکیج هستن یک دیگر شناخته میتونه. نه هغه کومک نکوي. زه د کلاس خبره کوم. ښه یو کلاس نه بل کلاس کې څنګه ته هغې ته ممبر جوړولی پیژنې ځکه په یو پیکیج کې داخل یک پیکیج هستن. پیکیج بستمانی کلاس ها را میگه ماده. بالکل. آله بازم اینمی کلاس امپلوی که است صحیح است. کلاس یک کلاس دیگر را میشناسه. ممبر ها را چطور میشناسه؟ ممبر ها را اینمی هاسپیتال میتونه که اینمی ویریبل چرا؟ ویریبل کلاس امپلوی را که به نام نیم سلی و ادرس ایرا میشناسه باید دسترسی داره. حال ما آبجکت می ساختیم از طریق آبجکت میتونه که را بشناسه باید دسترسی داشته باشه. لیکن گپ در اینجا است که آیا میتونه آله یا نمیتونه؟ میتونه. چرا؟ ما یک چند اکسس مودیفایر داریم. چی داریم؟ اکسس مودیفایر داریم. اکسس مودیفایر ها به نام پبلیک، پرایویت، دیفالت در جاوا دیفالت ما داریم و پروتکتد هستن. حالا خب ما هیچ چیز نشته نکنیم. این پبلیک هستن، پرایویت هستن، چی هستن؟ امرای متد خود نشته شده پبلیک. درست است؟ در اینجا باید موجود باشه. خب اگر هیچ چیز نوشته نیست، نه پرایویت است، نه پبلیک، نه پروتکتد، نه دیفالت، چی است؟ دیفالت است. دیفالت امو پبلیک است، لیکن نیاز به این است که ما او را نوشته کنیم. ساده پرایویت نه؟ نه. په جاوا کې د ډیفالت هغه په سی پلس پلس کې د ډیفالت پرایویت دی. ښه د سی پلس پلس اکسس مودیفایر به شکل دیفالت کدامش است؟ پرایویت است. لیکن در جاوا دیفالت است. دیفالت طوری که پبلیک است با اون شکل کار میکنه لیکن نوشته نمیشه. اینجا معلوم نمیباشه. دیفالت است. درست؟ خب اینمی ست دیتا میتود ما ساختیم. کار از او چیستا که برای اینمی سه ویریبل ها قیمت ها را باید اساین کنم، برش بته. حالا اینمی میتود خودش که است ای قیمت ها را ذخیره کرده میتونه؟ فی الحال خود نمیتونه. نه با چی داشته باشه؟ پارامیتر باید داشته باشه. باید دلته پارامیترز وی ویریبل وی چې دا هغه مین کلاس نه قیمتونه واخلي او دې ته ورکړي. صحیح شو کنه؟ دا باید قیمتونه واخلي دغه ست ډیټا. ساده هغه درې چې مونږ لیکلو څه په پارامیټرز کې باید وضع کو ساده. دې ته قیمت ورکوي کنه د میتود لاري نه. پارامیټرز کې باید ببین ما چی میخواستیم که چی را اجرا کنیم. ما از طریق هاسپیتال کلاس هاسپیتال برای اینمی میتود به نام ست دیتا برای از قیمت روان میکنم. ست دیتا قیمت روان میکنم. صحیح است؟ این میتود ست دیتا داخلی کدام کلاس است؟ داخلی کلاس امپلوی. ما از طریق ای ام که نماینده یا آبجکت کلاس امپلوی است برای میتود امپلوی کلاس که به نام ست دیتا است برای از قیمت ها روان میکنم. چی میکنم؟ قیمت ها روان میکنم. چرا؟ هدف ما چیسته؟ اینمی قیمت ها را بگیره برای اینمی بتا یا ذخیره کنه یا انیشیلایز کنه. اول ما چی میگم؟ از طریق میتود ست دیتا ما قیمت ها روان میکنم با خود اینمی فنکشن. از این طریق میتون بکی با اینمی سه ویریبل ها که هستن برای ازی میتون. درست است؟ آلی به شکل دیفالت هستن. ما چند ممبر اکسس اسپسیفایر داریم. یک پرایویت، پبلیک، دیفالت و پروتکتد. این در حالت دیفالت هستن. شما میتونید باید مستقیم دسترسی پیدا کنید. لیکن اگر این نمیا پرایویت شدن اینی می نوشته نمیشه. پرایویت با چی مانا؟ هر سه شان پرایویت شدن. دا پرایویت خو لیکلی ورسره دا پرایویت شد. دا شخصی شد. آلی شما نمیتونین از سه ویریبل ها انمی سه ویریبل هایی که هستن یا استیت یا پراپرتیز که هستن از دی شما
بیرون از بادی کلاس امپلایی از او استفاده کنین، نمیتونین. چرا که پرایوت شدن، 100% پرایوت شدن. اگر پابلیک نوشته شد، پابلیک به این معنی پابلیک هستن، در هر کلاس دیگه شما میتونین از این سه ویریبل ها استفاده کنین. دیفالت پابلیک نوشته میشه لیکن دیفالت نوشته نمیشه. یک چیز است. پرایوت کی وی مین فنکشن کیږي نه ګوره بیا درته وایم ښه. که چېرته ویریبلونه یا میتود پرایویټ ولیکل شول، ته نشي کولی د دې ویریبلونه د دې کلاس امپلای کلاس نه د باندې دې نه استفاده وکړي، نشي کولی. که پرایویټ صحیح، که آبجیکټ هم جوړ کې نشي کولی. که چېرته دا پبلیک و بیا ته 100% کولی شي چې لاسرسی ورته ولري آبجیکټ جوړولو سره. لیکن دا خو پبلیک نه دی لیکلی، بیا هم زه کولی شم لاسرسی ولرم. ولې؟ په ډیفالت حالت کې دی. ډیفالت به این معنی که نوشته نمیشه، دیفالت به شکل پیشفرض از دیفالت است، به این معنی پبلیک است. شما میتونید به این دسترسی داشته باشید. پوه شوی په دیزی پوری؟ اوس ما اگر نوشته کنیم پرایویت، چرا نوشته کنم پرایویت؟ به این معنی 100% پرایویت است، شخصی هستند برای خود اینمی کلاس. شما نمیتونید خارج از بادی امپلای کلاس از سه ویریبل استفاده کنید، نمیتونید. درست. حالا این ما پرایویت کردیم، ما نمیتونیم که از این سه ویریبل ها داخل کلاس هاسپیتال از طریق آبجیکت به این دسترسی پیدا کنیم، نمیتونیم. لیکن داخل کلاس امپلایی میتودهایی هستند که پبلیک هستند به نام ست دیتا. ما از طریق هاسپیتال کلاس برای ازی که متا روان میکنم، پاس میکنم، از این طریق از این میتود اینمی ست دیتا، از طریق ست دیتا ما میتونیم به این دسترسی داشته باشیم. چرا که میتود ست دیتا و اینمی ویریبل ها داخل یک کلاس هستند، یک دیگر را شناخته میتونن، یک دیگر را میشناسند، دسترسی دارن. کلیر؟ آل بین اینی پیام ما دیلیت میکنم. ست دیتا طوری که سه ویریبل ها در بالا هستند، اینمی انستنس ویریبل ها هم گفته میشه برای ازی خواه. انستنس ویریبلز، پراپرتیز یا ستیت، چرا که داخل کلاس هستند. ما در اینجا باید پرامیتر اضافه کنیم، لیست آف پرامیترز. یا تانست پرامیترز امو ویریبل ها هستند که برای میتود قیمت ها را ذخیره میکنن. درست است؟ آل بین در اینجا لیست آف پرامیترز ما نوشته میکنم. اول کدام نوع قیمت است؟ استرینگ است. نه میگم استرینگ نیم ان برای نام نوشته کده میتونم. ان درست است. کاما بعدی دبل است. نه نوشته کنین دبل اس سالری. باز استرینگ اد ا ادرس. خلاص این میتود قیمت میگیره از کجا؟ از کلاس هاسپیتال. بیاین به این قیمت بده درن تایم میتون دلتان. نام نوشته کنین اول احمد، کاما بازو ماش است. نه 50,000.4 کاما بازو استرینگ است، یه ادرس است، نوشته کنین اینمی استرینگ کابل. ما از طریق آبجیکت کلاس امپلایی داخل میتود مین برای اینمی میتود کال کنیم و برای ازو قیمت ها را روان کنیم. قیمت ها میاین در کجا میاین؟ اینم اینجا میاین امپلای، اینم اینجا ذخیره میشن. اما احمد کی است؟ احمد وقتی که ست دیتا کال میشه از طریق آبجیکت کلاس امپلای یعنی ام این میتود کال میکنه، احمد روان میشه در کجا ذخیره میشه؟ در این ذخیره میشه. و اینمی 50,000 در کجا ذخیره؟ اشاریه 4 ای در دبل اس ذخیره میشه. و اینمی استرینگ بعدی به نام اینمی کابل کی است؟ استرینگ است، ای استرینگ در ای ذخیره میشه. درست است؟ حالا ببینید. حالا ببین هدف ما چی بود؟ اینمی قیمت ها را در این ذخیره کردن نبود. هدف ما بود اینمی ویریبل ها، سه ویریبل ها قیمت ها را ذخیره کردن، ای را بتا اینیشیالایز کنه به اینمی سه ویریبل ها. بعد نوشته میکنم نیم کدام نیم است؟ اما انستنس ویریبل است. میتود میتونه به او دسترسی داشته باشه، در یک کلاس هستن. پرایویت هم اگر باشن مشکل نیست. مساوی با چی باشه؟ باید ان. درست است؟ حالا چی میگه اینجا؟ بیان ببینیم.
میگه نان static variable name cannot be referenced from a static context. صحیح است؟ چی میگه؟ static و non static. ای حال چی است؟ static and non static. این بحث بعدی است. درست؟ این رو باید ما مکمل تشریح کنیم باید. حالا ما میگم باید ساده کار شود اینجا. چی کار شود؟ ساده، بدون استاتیک. ببین دوباره ما براتون گفته بودم استاتیک به چه معنا بود؟ ثابت. صحیح است؟ بدون ساختن آبجکت شما ما براتون گفته بودم یادتان اگر باشه بدون ساختن آبجکت شما میتونین این متد چه کنین؟ کال کنین. اگر آل استاتیک نوشته کردین شما چی نیاز به آبجکت بود که شما در اینجا اضافه کردین؟ نیاز است؟ خب اگر ما در اینجا نوشته کردیم خب ما خود باز دروغ گفتیم دیگه. یعنی یک متد که استاتیک باشه به چی معنا؟ نیاز به ساختن آبجکت نیست. اگر شما آبجکت ساختین نیاز به استاتیک نیست. این نان استاتیک است. گورا که استاتیک تا لیکل ہے نو تو باید د دې میتود هغه کلاس ته آبجکت جوړ نه کړي او دا کال کې مستقیم کلاس ته نوم له لارې نه وای کال کې. اگر استاتیک نوشته شد با ساختن نیاز به ساختن آبجکت کلاس امپلای نیست. اگر شما در اونجا آبجکت ساختین چی نیاز است به کیورد استاتیک؟ نیست. مو آبجکت جوړو ورته سلفیسه جوړ کړم نو استاتیک ته ضرورت نشته. صحیح است؟ آل بین پایین خودتان برایتان میگم ببینین اره را بخوانید چی میگه. خب میگه نان استاتیک وریبل نیم که نان استاتیک است. صحیح است؟ name cannot be referenced from a static context. از جای از میتود استاتیک شما نیم اکسس کردین از طریق آبجکت. نمی را ختم کنید. درست است؟ پایین بین حال چه میگم برش؟ نیم بالازو سالری است. سالری مساوی با اس. بالازو ادرس. ادرس مساوی با ا. سمیکالن. چی اشتباه است؟ یک دقیقه اسیب چه مشکل داره دیگه؟ چه مشکل؟ آره کم دلتا یو زیاد ده سنتکس ایرر بود. خواهم آره ببینید بینمی ما سه که مطالعان کردیم این داد برای انستنس ویریبل های کلاس امپلای. خلاص ما یک دیگه میتود آره می سازیم که این را پرنت کنه برای ما. امین نیم سالی ادرس هر قیمتی که ذخیره شده از طریق میتود ست دیتا او را برای ما پرنت کنه. اینمی پرنت است. خلاص پرنت دیتا یا پرنت نشته کنین مشکل نیست. یوزر دیفاین نام ها هستن بندن اینجا. حالا برش چه میگم این را پرنت کو برای ما. صحیح است؟ اگر جدا جدا پرنت میکنین چه کنین your name is equal to چه کنیم concatenate. بخاطر concatenate چی بود؟ پلس جمع. نام ویریبل چی است که نام ذخیره کرده؟ نیم است. درست؟ چی بود؟ نیم بود. آلی باز چی میگه؟ چی مشکل است آلی؟ ایرر چی است؟ اگر ما بالای نمی فنکشن بیایم خب نه ولی نیم انستنس ویریبل. خب یک دقیقه اینا گفتن که اینا نشته نکنیم در اینجا. اگر نشته کنیم باز چی میشه؟ با چی مانا؟ این خب نام ذخیره کرده درست میگن چرا اینا نشته نمیکنیم؟ بسیار آسان است. سکوپ آف ویریبل یادتان است؟ سکوپ آف ویریبل گلوبل و لوکل درست است؟ شاید او ریکاردم نشده بود. این که است این یک لوکل ویریبل میتود ست دیتا است. این بیرون از اینمی بلاک بادی ست دیتا شما از این استفاده کرده نمیتونید. این لوکل است. و این که است نیم که است نیم این داخل کلاس است. این داخل کلاس داخل هر میتود باید از او استفاده شود مشکل نیست. و برای این از این قیمت گرفتن در چی ذخیره کنیم؟ در نیم باید پرنت شود. صحیح است؟ لیکن میگه نیم ما نمیشه. باز چی میگه؟ خب اگر ما در اینجا بیایم مشکل حل میشه. بیشتر می مشکل بود. آفرین. بازم استاتیک نوشته شده. چه نیاز به استاتیک؟ اما ایرر که اگر بخوانی شما باید
نان استاتیک ویریبل. میگه شما نان استاتیک ویریبل داخل متد استاتیک کال میکنید، باید هر دو استاتیک باشن. استاتیک استفاده میکنه، متد باشه ویریبل باشه. نان استاتیک استفاده نمیکنه. سر کشید دمیر فنکشن څخه سپیټیک سکیلا څه چیرته؟ کلاس دمیر کلاس څخه هغه څه نه ده، هغه ته خو موږ اسیم آبجیکټ نه جوړو. شاید مثلا دې آبجیکټ ماته کار کړی دی ضرورت نه. آفرین. چې آبجیکټ جوړ دی کنه نو بیا استاتیک ته ضرورت نشته. یو اتومات خپل یو ښکار او فی الحال ما دامی مشکل هستیم، دامی فایل، دامی کلاس در اونجا نرفتیم، شاید در اونجا یک دیگه مشکل پیدا شد و حل میکنیم. درست است اینجا همه متد موجود نیست، یه باری ما ایرر میده. درست؟ حالا بندنیم اینجا نیم باید چه کنیم؟ ایره بس ختم کنیم، یا اینه میره استاتیک بسازیم، اینه میره استاتیک چی کنیم؟ استاتیک معرفی کنیم. صحیح؟ یا چی میکنین شما؟ اگر استاتیک باشه باید متد هم باید استاتیک باشن، تمامشن. صحیح؟ باید چی باشن؟ استاتیک باشن. خب فی الحال ما چی میگم که نان استاتیک هستن، باید هم نان استاتیک متد باشه. نان استاتیک کار میکنه، استفاده میکنه، پرینت میکنه یا انیشالایز میکنه. حالا تمامشن نان استاتیک هستن. دامی فایل مشکل حل شد، پس آن میبینیم چی میشه. حالا ببینیم بندنم اینجا امیر ما کاپی میگیرم، کاپی این پایین بند پیست. باز نیم چی است؟ سالری است. نه نام ویریبل سالری و اینمی یور پیام تغییر میتیم سالری. بازو چی است؟ ادرس است و این هم باید چی باشه؟ نام انستنس ویریبل ما ادرس است. درست؟ ساده چې دا ادرس را په او پرنټ یې مشکل نشته، مزه نه ده، تاسو یو سیستم کې واخلئ، کانکټینیټ کولای شئ، مشکل نشته. درست است؟ امیره بگیرین، این امیره بیارین بالا زینه اینه بود بازو این امیره کانکټینیټ کنین امرای اینه. درست است؟ آل بین هاسپیتال چی میگه؟ یالی چی میگه؟ ما سدیتر خو کال کردیم از طریق ام دات پرینت کال نکنیم. ببین پیشتر برایتان اینمی چیزها را نشان نمیده، دو متد ها آل نشان میده و ویریبل ها را نشان میده. میبینید چرا که دیفالت هستن. چی هستن؟ دیفالت هستن. چی بود اینجا؟ پرایویت بودن. صحیح؟ پرایویت بودن. و این معنی ما بود اساسی داریم. اگر باز چرا نشان میده؟ خب برای اگر نشان میده و این معنی که مشکل حل میشه، میگیره قیمتا؟ نمیگیره. باید نگیره، پرایویت هستن. چاہتا پرنٹ قیمت نہ ورکوم، پرنٹ کال کوم، پرنٹ ڈیٹا چدا ماتا پرنٹ کی رہا نیم سیلری او ایڈریس. آلی ما چی میگم از طریق ایم set دیتا که کال شد برای قیمت دادیم، آلی پرنٹ دیتا هم باید کال شد. هر دو میتود ها داریم نداریم در اینجا؟ دو میتود داریم، set دیتا، پرنٹ دیتا. هر دو را کال میکنین، set دیتا را کال میکنین، سه قیمت ها را برش روان میکنین و پرنٹ دیتا امو داخلی ویریبل کی نمی set دیتا برش قیمت ها را داده بود او را برای ما پرنٹ میکنین. خلاص بین آلی اینمی را چه کنیم؟ رن فایل آلی ببینید چه میگه. میگه your name احمد، your salary is equal to 50,000.4, your address is equal to کابل. ما اینمی هاسپیتال چی کردیم؟ اینمی را ما اکزیکیوت کردیم، اینمی فایل. لیکن تمام کارها در کجا اجرا میشه؟ داخل کلاس امپلائی. ویریبل هم خود داره، خود ویریبل هم داره، انستنس ویریبل هم داره، دو متد ها داره. کار یک متد چی است؟ اینمی انستنس ویریبل هایی که داخل کلاس امپلائی هستن برای قیمت میده و پرنت دیتا بنام پرنت دیتا متد است، اینها را پرنت میکنه. آل متد ها و ویریبل ها داخل کلاس امپلائی هستن، لیکن ما در کجا استفاده کنیم؟ داخل کلاس هاسپیتال. چرا؟ داخل از مین متد موجود است و ما میدانیم که داخل مین متد برای امپلائی کلاس یک آبجکت بسازیم به نام ام.
از طریق EM ما هر دو متدهای کلاس امپلای را کال کنیم، برای یک قیمت روان کنیم، و دیگر را کال کنیم تا که اون قیمت را برای ما پرینت کنه. خلاص that's it. چرا استاد بعض امپلای داخل قوس سیستم داده در کجا؟ داخل قوس امپلای دینم اینجا؟ very good question. چرا ما اسکینر خو میگرفتیم نه؟ در کجا میگرفتیم؟ اسکینر اینو بود نه؟ input is equal to باز new keyword باز scanner و نمی کنسترکتر کال میکردیم system dot in نشته کردیم. اینجا چرا نشته نکردیم؟ اینم اینجا این خود یک آبجیکت بود نه؟ ببینید اینمی کلاس اسکینر که است، آیا ای را ما ساختیم کلاس ها؟ اینمی قبول داره نه؟ ای پری دیفاین است. و امپلای کی ساخت؟ کلاس امپلای ما ساختیم. خب اینجا مشکل حل نمیشه که چرا سیستم داد اینا نشته کنیم. این مکمل جواب نیست. چرا باز که کنسترکتری را کال میکردیم ایرم کنسترکتر را کال کردیم در این چیزا نشته نکردیم که اینجا نشته کردیم سیستم دات این. ببینین کلاس اسکینر بلتن کلاس است و کنسترکتر هم بلتن است که اینمی پرامیتر میگیره از ما، پرامیتر میگیره از ما، باید برای داده شود. چرا این یک کلاس اسکینر پری دیفاین کلاس و اسکینر کلاس هم است، کنسترکتر هم است، این بلتن هستند، این پرامیتر از ما میگیره. درست؟ که چرا این نمیگیره؟ اول خود کنسترکتر ما نساختیم یک، و دیگه اگر پرامیتر برش رای کنیم در اونجا باید پرامیتر باشن قیمت ها از ما بگیرن. اینمی که هستن پری دیفاین هستن، برای از او گفته شده که تو میدانی که اینمی پرامیتر را بگیری بخود، برای از او پاس میشه روان میشه. سیستم دات این یک پرامیتر چی کار اجرا میکنه؟ اینمی کنسترکتر کلاس اسکینر ای برای سیستم اینپوت میده. سیستم اینمی کامپیوتر این بمانه اینپوت. درست است؟ فکر کنید سیستم یک کلاس است و این آبجکت کلاس سیستم است. ما مکمل کلاس یعنی آبجکت روان کردیم با کی؟ با کنسترکتر کلاس اسکینر. و خودش میفهمه تمام کارا را اجرا میکنه. که ما که امپلای کنسترکتر و کلاس ساختیم یک کنسترکتر نداره. کنسترکتر بچی مانا ایره ما تشریح میکنه مالتا. کنسترکتر فعلا براتون میگم امو فانکشن است یا متد است که نام کلاس و نام فانکشن متد دان یکسان است. با این نام آیا ما کدام کنسترکتر یعنی متد داریم؟ نداریم. اول هیچ نداریم. اگر باشه شاید پرامیتر نداشته باشه. ما با نام امپلای کدام متد یا کنسترکتر نداریم. صرف کاری از این چی است که اینمی را آبجکت می سازه. خلاص این سوالتان جواب شد؟ نشد. این پری دیفاین است. صحیح است؟ این میتونه که کنسترکتر موجود باشه در اونجا و از ما پرامیتر هم بگیره، یک کار اجرا کنه برای ما. لیکن ما با نام امپلای کلاس خود داریم، لیکن با نام امپلای کنسترکتر نداریم، یعنی میتود نداریم با نام. خب کچیر در تراش دلتا اینمی سده ترا با نام چی بسازین؟ با نام امپلای بسازین. خب بعد دیگه مشکل چی است؟ یک اول خود کنسترکتر باید معرفی کنیم. ما کنسترکتر هیچ ریتن تایپ نداره، چیزا ریتن کده نمیتونه. شما سی پلس پلس خواندین، بازم درس آینده بخیر کنسترکتر ما معرفی میکنم براتون. فی الحال ما کنسترکتر نه بلکه ساده متد ها را میخوانیم. صحیح است؟ درست است؟ مشکل خو نیست. خب کی میتونه که نمی کار ما را تشریح کنه که ما چی کردیم؟ شما؟ سال اول امپلوی سال برشه کلاس ساختیم؟ کلاس ساختیم. کلاس ساختیم برش بعد از اون سال اول برشه کاری نمی امپلوی چی است؟ چی داره؟ ممبرز داره نه؟ 3 ویریبل داره، انستنس ویریبلز و 2 چی داره؟ میتود داره. درست؟ کار هر میتود معلوم است. ما اینمی امپلای کلاس تطبیق میکنیم از طریق کلاس هاسپیتال، چرا که داخل از او مین میتود است. وقتی که با اینمی امپلای داخل از او میایم
ما سه وریبل قیمت میتیم متد ها را اگر استفاده میکنیم کال میکنیم باید آبجکت کلاس امپلوی را شما ساخته باشین داخل کلاس هاسپیتال و داخل متد من اینی میره ما ساختیم امپلوی ام آبجکت نمونه نماینده کلاس امپلوی است که میتونه اینمی متد های داخل کلاس کال کنه برای از قیمت روان کنه و کال کنه که تاکه پرینت کنه برای. درست است دو کلاس های مختلف هستند صحیح شد مشکل ها نیست اینمی کار بود شما یک کار را میکنین خواه یک کلاس رو میسازین از ما از من فنکشن چی را بگیره نام بگیره سالری بونس بگیره سالری و بونس بگیره هر دو را جمع کنه یک دیگه میتود دو را پرینت کنه برای ما خلاص باز براتون میگم یک کلاس را میسازین داخل از دو متد ها را میسازین و دو تا انستنس وریبل میگیرین سالری سه وریبل میگیرین سالری بونس و نت سالری از ما یک متد قیمت ها را بگیره در اونجا باید محاسبه کنه نت سالری برای ما بکشه یک دیگه متد داخل همون کلاس باشه که او را پرینت کنه برای درست است I think it's enough for today بعد از ما فانکشن اورلودینگ هم میخوانیم و کنسترکتر هم میخوانیم باز کنسترکتر اورلودینگ هم میخوانیم درست است